در شهر شمالی کرکوک عراق نیروهای پیشمرگه کرد گفتند در جنگ بر ضد جنگجویان سازمان دولت اسلامی به پیشروی نائل شدند. نیروهای کرد روز 30 سپتامبر گفتند یک سلسله از روستاهای نزدیک شهر دقوق را از دست جنگجویان گرفتند. در این نبردها هواپیماهای آمریکا با حمله به موقع تندروان به نیروهای کرد کمک کردند. تایید این خبر از منابع دیگر ناممکن است. همچنین در روز 30 سپتامبر ساکنان شهر فلوجه ولایت انبار در غرب عراق گفتند نیروهای هوایی کشور حمله به این شهر در تصرف جنگجویان دولت اسلامی را ادامه دادند. با گفته ساکنان در نتیجه حمله ها خانه های مردم، فروشگاه و یک مکتب در نزدیک گورستان شهر نیز ویران شده است. در شهر دمشق پایتخت سوریه علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران با نمایندگان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ملاقات کرد. علی شمخانی روز 30 سپتامبر از لبنان وارد دمشق شد. او در آنجا با تمام سلام نخست وزیر و حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان ملاقات کرد. ایران از حامیان اصلی حزب الله است. در شهر شبقدر پاکستان بر اثر حمله به یک مکتب معلمه این مکتب کشته شده است و 2 دختر دیگر جراحت برداشتند. به گفته ماموران پلیس پاکستان و شاهدان عینی 2 نفر به داخل این مکتب گرانات و یا نارنجک انداختند. چند پیش تندروان اسلامی که مخالف تحصیل دختران در پاکستان هستند به 2 مکتب نزدیک در این محله بمب پرتاب کردند. در شهر یریون پایتخت ارمنستان گروه خرده به خاطر بالا بردن سطح آگاهی درباره خشونت و زوراوری علیه زنان تظاهرات کردند. این زنان در دست شعار داشتند که در آن گفته می شود زنان را نباید بزنند بلکه احترام کنند. با گفته برگزار کنندگان تظاهرات تنها در همین سال 8 زن در ارمنستان در نتیجه زوراوری در خانواده کشته شدند و حکومت ارمنستان باید برای مانع شدن به این ظهورات قانونی سخت‌تر قبول کند.